سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر. من قراره امروز توی این ویدیو در رابطه با Structural Bioinformatics ارائه رو خدمتتون داشته باشم که در نهایت وقتی که خواستین بخش پروتئینی مربوط به پروژهتون رو انجام بدین یه سری پس زمینه و اطلاعات در این زمینه داشته باشین. Structural Bioinformatics که یک شاخه ای از بیوانفورماتیک هستش از کامپیوتیشنال تولز ها استفاده میکنه یا یه سری کامپیوتیشنال تولز ها و مدل های دیپ لرنینگی رو دیولوپ میکنه که بخواد از روی توالی های خام نوکلئوتیدی و آمینو اسیدی که مربوط به ماکرومولکول های زیستی هستن ساختار سومشون رو پیش بینی بکنه و در نهایت بخواد اون رو وارد آنالیز های بعدی بکنه و اپلیکیشن هاش رو بررسی بکنه. پروتئین ها که بخش مهم استراکچورال بایوینفورماتیکس رو در بر میگیرن و در واقع نقش مرکزی دارن در این زمینه، نقش های مهمی رو توی صنعت داروسازی دارن، توی بایوتکنولوژی دارن و همینطور در زمینه پزشکی. اگر بخوایم دیتیل بیشتری در این زمینه بدم، برای مثال اگر بخوایم یک دارو رو کاملا اکسپریمنتالی از صفر تا مرحله FDA اپرووالش بخوایم پیش ببریم، بسیار زمان بره و هزینه بره که استراکچورال بایوینفورماتیکس با بررسی داروهای طراحی شده روی تارگت های پروتئینی که حالا بتونه پیش بینی کنه تعاملات و اینتراکشن ها چی هستن و همینطور اینکه آیا اصلا اتصال قوی شکل گرفته یا نگرفته، چقدر طول میکشه که بخواد این دارو متصل بمونه به پروتئین هدفمون و مسیر اتصال و مسیر آن بایند شدنش رو بررسی کنه، داره به صنعت داروسازی و همینطور به بخش اکسپریمنتالش کمک میکنه و نقش مکملی رو بازی میکنه. تو صنعت بیوتکنولوژی هم کاربردهای ترندی خیلی زیادی داره که من لیستش رو اینجا چند تاشو براتون گذاشتم و مهمترینش که امروز خیلی هم مهمه هم معضله و هم ترند هستش، بحث دیگرید کردن میکروپلاستیک ها هستش که توی گرین اینداستری نقش مهمی رو داره ایفا میکنه. تو زمینه هلس کیر هم خب یه سری پروتئین های هستن که میسفولد دارن، نمیتونن شکل درستی بگیرن و موجب ایجاد بیماری های مختلف میشن، یا یک زمانی از یک پروتئین هایی برای درمان یک سری بیماری ها میخوایم استفاده بکنیم هم میتونه تو این زمینه کاربرد داشته باشه. مثال هایی که من خدمتتون گفتم خیلی مثال های کمی بود و اگر بخوایم فقط در این زمینه و کاربردها صحبت بکنیم خودش یک جلسه رو در بر میگیره. یک استراکچورال بایوینفورماتیشن باید بتونه این مواردی که حالا به صورت خلاصه گفتم رو انجام بده و کمک کننده باشه. یکی از این آنالیز ها مطالعات داکینگی هست که بررسی میکنه یک پروتئین به پارتنر خودش که میتونه یک پروتئین دیگه، یک پپتاید و یا یک مولکول دیگه که لیگند هست باشه، چطور متصل میشه، در جایگاه اتصال کجا هست، این اتصال چقدر محکم داره شکل میگیره. به علاوه بر اون میریم سراغ مالکیولار داینامیک سیمیولیشن ها که بررسی میکنه یک پروتئین که در طبیعت داینامیک داره و در یک محیطی هستش که محیط اطراف خودش اینتراکشن داره، این اینتراکشن ها چطور داره صورت میگیره، پایداری پروتئین، استیبیلیتیش رو و همینطور داینامیکش رو توی تراجکتوری ها بررسی میکنه. گاهی اوقات ما پروتئین انجینیرینگ انجام میدیم، یعنی میخوایم یک پروتئینمون رو توی یک ویژگی یا چند تا ویژگی ایمپرووش بکنیم. در نهایت باید بتونیم توی ساختارش دستکاری هایی رو انجام بدیم که بتونیم اون رو ایمپرووش بکنیم. روش های اکسپریمنتال، روش های سنتی در تو این زمینه هستن که توی سالهای اخیر روش های کامپیوتیشنال به کمکش اومدن که هم سریعتره و هم هزینه کمتری داره. گاهی اوقات هم ما میخوایم پروتئین هایی رو خلق کنیم که اصلا در طبیعت وجود خارجی ندارن ولی عملکرد بهتری دارن که اون تو شاخه دینوو پروتئین دیزاین تقسیم میشه. به علاوه بر اون باید بتونیم مدل های دیپ لرنینگی رو، معماری های جدیدی رو دیولپ بکنیم که بخواد یه سری فیچرهای مربوط به پروتئین ها رو خارج از محیط آزمایشگاه برای ما پردیکت کنه که هم سیو زمانی و هم سیو هزینه برای ما داشته باشه.
گاهی اوقات ما میخوایم اطلاعات مربوط به دیتای پروتئینی رو در حالا رفرنس های مختلف با هم اینتگریتش بکنیم و اطلاعات جدیدی رو بگیریم و علاوه بر تمام اینها ما به عنوان یک بیوانفورماتیسین باید بتونیم به دوستان بیولوژیستمون کمک بکنیم که تو محیط های یوزر فرندلی تر و راحت تر بخوان اطلاعات مربوط به توالی و ساختار پروتئین ها رو داشته باشن که در نهایت همه اینها به ریلیز کردن وب سرویس های جدید، لایبرری های جدید و تولز های جدید ختم میشه و در نهایت هم آپدیت کردن دیتابیس ها که حالا چند تا دیتابیس معروف پروتئینی مثل PDB داریم که ساختار سه‌بعدی پروتئین ها رو جمع آوری کرده، یا یونیپرات که اطلاعات مربوط به توالی ها رو داره، پیفم ها که اطلاعات مربوط به خانواده های پروتئینی رو تونسته جمع آوری بکنه، نواحی کانزرو پروتئین ها که نواحی هستن که طی تکامل دستخوش تغییرات نبودن و داره نشون میده که مهم بودن که تغییرات نداشتن و اگر جهشی رخ میداده موجب میسفولدینگ یا آسیب به ساختار پروتئین میشده. در نهایت اینها تمام اون مواردی هستش که یک استراکچرال بایوانفورماتیشن میتونه کمک بکنه به این شاخه از بیوانفورماتیک که بتونیم آنالیزهای بیشتری انجام بدیم و کاربردهاش رو بررسی بکنیم. شما اصل سنترال دوگما رو توی بخش‌های قبلی درستون بررسی کردین و اگر بخوایم که در نهایت به یک پروداکت ژنی که همون پروتئین هست برسیم، به طور کلی اول باید فرآیند ترانسکریپشن روی سگمنت های مختلف دی ان ای انجام بشه، مولکول حد واسط mRNA که حاوی این اطلاعات ژنتیک هست شناخته بشه و با فرآیند ترنسلیشن یا ترجمه این اطلاعات ژنتیکی mRNA که مولکول حد واسط بین دی ان ای و پروتئین بود ترجمه میشه به پروتئین ها که میشن پروداکت های ژنی ما. پروتئین ها یه سری مولکول های بزرگن، کامپلکس هستن و اگر بخوایم هر بخش اون رو بررسی بکنیم از بیلدینگ بلاک های آمینو اسیدی تشکیل شدن که تنوع های مختلفی دارن. این که این آمینو اسیدها تو هر پوزیشن چه آمینو اسیدی باشن با چه چینشی کنار همدیگه قرار گرفته باشن موجب این میشه که تنوع مختلف و زیادی برای ساختار پروتئینی ایجاد بشه. آمینو اسیدها ساختار فیزیک و شیمیایی های مختلفی دارن، تو دسته های مختلفی طبقه بندی میشن، ولی چیز مشترکی که دارن همشون یک گروه آمینی دارن و یک بخش کربوکسیل گروپ دارن که بکبون یا ستون فقرات یک آمینو اسید رو تشکیل میده و این که آمینو اسیدها متفاوتن و از ساده ترین آمینو اسید که گلایسینه و تا پیچیده تریناش که تریپتوفان و آرژینین و انواع دیگه‌اش هست رو میتونه تشکیل بده، تفاوت در این بخش ساید چین هست که موجب ایجاد آمینو اسیدهای مختلف میشه که ما 20 نوع تایپ آمینو اسیدی مختلف داریم. اگر بخوایم از سیکونس که را دیتا بود برسیم به ساختار سه‌بعدی، اینجوریه که اطلاعات پرایمری پروتئین ها در یک سری فایل فست ای ذخیره میشه که فایل ساختار اولیه یک پروتئین هستش. توی خط اولش یه لیبلی مربوط به اون پروتئینمون رو، میکروارگانیسمی که ازش استخراج شده رو بر ما نشون میده و در خطوط بعدی که بهش میگن دیتا لاینز این چینش آمینو اسیدهای مختلف رو در کنار همدیگه داره نشون میده که تنوع پروتئین ها مربوط به همین آمینو اسیدها هست که طول‌های مختلف پروتئین رو میتونه 40 یا 50 تا سیکونس تا تعداد خیلی بالاتری از چند صد تا مثلا آمینو اسید کنار همدیگه باشن پروتئین ها رو بسازه، ولی در طبیعت فقط صرفاً یک سری آمینو اسید کنار همدیگه لیست شده باشن یک مولکول زیستی رو نمیسازن. این ساختارهای اولیه آمینو اسیدی در کنار همدیگه ساختار ثانویه پروتئین رو میسازن که حالا میتونه مارپیچ های هلیکس و یا صفحات بتا شیت باشه که با استفاده از پیوند هیدروژنی این آمینو اسیدها به همدیگه متصل شدن و این ساختارهای ثانویه وقتی در کنار همدیگه قرار میگیرن ساختار سوم یا 3D استراکچر یک پروتئین رو میسازن که حالا وقتی پروتئین به این سطح و به این درجه از ساختار میرسه دارای فانکشن و داینامیک هست و یک عملکرد زیستی رو هندل میکنه.
اطلاعات مربوط به ساختار سه‌بعدی در یک سری فایل هایی به اسم PDB ذخیره میشن که یک بخش کوچیکش رو من براتون گذاشتم. از یک ستون اتم تشکیل شده که سطرهای مختلفش رو اگر بخوایم بررسی بکنیم این شماره اتم ها رو داره مشخص میکنه. ستون دوممون، ستون سوم اتم های تشکیل دهنده اون آمینو اسید رو برامون مشخص میکنه. در ستون چهارم داره به من میگه چه آمینو اسیدی در این بخش از پروتئین من وجود داره که آمینو اسیدها یا کدهای سه حرفی دارن یا کدهای تک حرفی دارن که حالا ASP مربوط به آسپارتیک اسید هستش. توی ستون بعدی داره اسم چینمون رو مشخص میکنه. یه سری پروتئین ها هستن که همه آمینو اسیدها در یک زنجیره قرار گرفتن. یه زمانی هستش که در زنجیره های مختلف قرار گرفتن که حالا این زنجیره های مختلف میتونه دقیقاً تکرار بشه آمینو اسیدها توالی توشون یا میتونه متفاوت باشه. در نهایت هم به علت اینکه ما یک ساختار فضایی داریم حتما باید اطلاعات مربوط به XYZ کوردینیتس هاش رو هم در این فایل داشته باشیم. اینکه چطور به این ساختار سه‌بعدی میرسیم، یه سری تکنیک های آزمایشگاهی هستش به اسم NMR یا X-ray کریستالوگرافی که با پراش پرتو X میتونن به ساختار سه‌بعدی پروتئین برسن و در نهایت اون رو در یک فایل PDB ذخیره کنن و این فایل های PDB توی دیتابیس ها ذخیره بشه. خب این هم خیلی هزینه بره و خیلی زمان بره. در نتیجه ما دوباره نیاز داریم که از روش های کامپیوتیشنال برای 3D structure prediction استفاده بکنیم. اتفاقی که میفته اینه که روش‌های سنتی ترش مثل روش‌های هومولوژی مدلینگ هست که در ابتدا شما گاهی مثلا یک توالی دارین که اصلا نمیتونین ساختار سه‌بعدیشو توی دیتابیس ها پیدا بکنین. کاری که میکنین اینه که اول بلستش میکنین تا یک تمپلیت رو براش شناسایی بکنین. تو روش بلست کردن اینه که توالی جدیدی رو که میدین براتون تو تمام دیتابیس ها سرچ میشه و توالی های مشابهش رو براتون لیست میکنه و یک اسکور رو هم بهتون میده که شما بخواید بر اساس بهترین اسکور بهترین توالی تمپلیت رو پیدا بکنید. بعد از اون شما نیاز دارین برای اینکه بفهمین توالی که دارین با اون رفرنستون چقدر مشابه هست یا بعضا گاهی اوقات شما میخواین ارتباط تکاملی بین یک سری توالی ها رو بفهمین یا بدونین که پروتئینی که توالی که دارین تو کدوم خانواده پروتئینی هست نیاز به الاینمنت کردن دارین. گاهی اوقات شما پیر وایز الاینمنت میکنین، یعنی دو تا توالی پروتئینی رو با هم دیگه الاینمنتش رو بررسی میکنین. یه زمانی از مالتیپل سیکونس الاینمنت رو انجام میدین. خب پیر وایز ها الگوریتم های مختلفی دارن مثل نیدلمن وونش یا اسمیت واترمن و برای مالتیپل سیکونس الاینمنت هم از کلاسال اومگا میتونین استفاده بکنین. اینجوریه که الگوریتمش میاد پوزیشن به پوزیشن آمینو اسیدها رو با هم دیگه مقایسه میکنه و اسکور میده. گاهی اوقات اسکور مچینگ میده، گاهی اوقات اسکور میس مچ میده و اینجوری هستش که یک زمانی شما میخواین دقیقاً یک آمینو اسید در یک پوزیشنی تکرار شده باشه که آیدنتیتیش رو به شما میگه. یه زمانی هم هستش که دقیقاً یک آمینو اسید در یک پوزیشن تکرار نشده اما اون دو تا آمینو اسیدی که با هم مقایسه شدن و در دو تا پوزیشن مختلف از در واقع یک پوزیشن مختلف و دو تا توالی هستن سیمیلاریتی دارن. یعنی اینکه برای مثال این آمینو اسید من اسیدیه و آمینو اسیدی هم که باش مقایسه شده دوباره یک آمینو اسید تو گروه خانواده اسیدی تلقی میشه. در نهایت اسکور سیمیلاریتی رو میگیره. در نهایت هم شما باید بتونین یک مدل بیلدینگ انجام بدین که روش های قدیمی ترش مثل استفاده از مدلرها و سوئیس مدل هست و روش های جدیدتر استفاده از در واقع مدل های دیپ لرنینگی مثل آلفا فولد هست که خیلی امروز استفاده میشه. ساختاری که شما میسازین باید حتما ولیدیت بشه که ولیدیشنش هم با استفاده از یک پلاتی به اسم راماچاندران هستش که از فای و سای انگل تشکیل شده که از منفی 180 تا مثبت 180 هستش. تو این جدولی که بالا من گفتم مشخصه که چه زوایای مجاز هستن، یعنی که این آمینو اسیدهایی که در کنار هم دیگه قرار گرفتن اون زوایای چرخشی که نسبت به هم میگیرن قرار نیست هر زاویه‌ای مجاز باشه. طبق این در واقع پلات شما میتونین نواحی الود ریجنتون رو مشخص بکنین و ببینین که آیا ساختاری که شما تونستین پردیکت کنین ولیدیت هست یا خیر.
اگر بخوام با جزئیات بیشتر بگم، مدلر که روش سنتی ترش هست اینه که شما یه سری سیکونس ها دارین. اول باید با استفاده از بلست کردن و کلاستال اومگا خودتون تمپلیت رو بهش بدین. یک در واقع پایتون اسکریپت داره که میاد برای شما شبیه سازی ها رو با هر تعدادی که میخواین انجام میده و در نهایت با 2 تا الگوریتمی که داره DOPE و GA 341 انرژی ساختارهایی که ساخته و همینطور قدرتش رو در این که بتونه نسبت به اون رفرنس پروتئین ساختار خوبی رو ساخته باشه به عنوان خروجی به شما میده که حالا در نهایت ساختاری که پردیکت کردین رو خودتون ولیدیت میکنین که آیا راضی هستین ازش یا خیر. روش های جدیدتری که وجود داره که روش های دیپ لرنینگ بیسد هستن مثل آلفا فود، به این صورته که خودش میاد ورودی که بهش میدین، سیکونسی که بهش میدین رو مالتیپل سیکونس الاینمنت میکنه، ساختار تمپلیت رو براتون پیدا میکنه، با استفاده از معماری ایوو فورمرها میاد ساختار رو برای شما میسازه، 3 مرحله ریسایکلینگ میکنه که در نهایت بهترین ساختاری رو که تونست بسازه به عنوان خروجی میده. 2 تا اسکور رو در نهایت به شما میده، PLDDT که میاد هر آمینو اسید رو تو هر پوزیشنی که هست رو اسکورش رو میده که چقدر خوب تونسته برای شما پردیکت بکنه، و یک اسکور کلی میده به اسم PTM اسکور که میگه به طور کلی کل ساختار چقدر خوب تونسته پردیکت بشه، که حالا بر اساس این 2 تا اسکور خب هرچی بهتر نشون میده که بهتر تونسته برای شما بسازه و یک محدوده مجازی هستش که ساختاری که ساخته شده ولیدیت بشه یا نشه. و در نهایت برای اینکه شما تمام این اطلاعاتی که دیدیم و در رابطه با تمام این مواردی که صحبت کردیم بخواین یه ویژوالایزیشنی انجام بدین، من یک بخش کوچیکی از یک تراژکتوری مربوط به مولکیولار داینامیک سیمیولیشن رو فیلمش رو تهیه کردم، اینجا خدمتون پلی میکنم که ببینین که وقتی ما میگیم یک پروتئینی داینامیک داره و در اینتراکشن با یک مولکول دیگه هست چه اتفاقی داره میفته. این شکل نقره‌ای که میبینین یک پروتئینه، میبینیم که فلکچویشن داره، داینامیک داره و این حالا آمینو اسیدهای مهمش هست که من بولدش کردم و لیبل گذاری کردم و این مولکول آبی رنگ همون پارتنری هستش که در رابطه باش باهاتون صحبت کردم که در ابتدا متصل به ساختار پروتئین من بود و در گذر زمان و با استفاده از حالا یک سری واکنش ها از پروتئین من جدا شد و تمام اینها رو خیلی کوچیک و فشرده در این فیلم مشاهده کردیم. امیدوارم موفق باشین. خدا نگهدار.